من سعید و مایرم استقامت کننده شهر روغون می باشم. انا چند سال شد همه هنرها را خیلی می دونستم. ای 2015 در نمایش و در نمی چیزای آزمون اشتراک میکنم. یکم بر وای نیست کدوم محل ای حکومت زنگ بزنم من تیار هستم. در نوروزی شم در بغیر نوروزی هم یکم استقلالیت نشم من اشتراک میکنم. اینا مثال بگیرم حاضر من این کرترم دختر سام اینا دیده سوده برای نوروزی را آینده دم میدوزم که خیلی 15 تا 20 تا بودوزم میگم تیار کردم منو برای نوروزی را. انا درس مولکو را اینی تای چوینیک دم میموندگی ایتاریورا انا وای درس مولکو قرمه میدوزم رفیده میکنم سبد میبوفم. انا می نبیرومن نشون میتیم. چند تا دخترای اینا هنرمند من یاد گرفتگیم چی دارم میخوای و یا هر سر رفتگیم اینه یارم میکنم خیلی که دخترم بود دیگه نمیدونم کدوم اینه خیلی ایرا چی میگن صدق میگن وقتی که کوکلا بفتن بعد در ایجاشون اویزون میکنن ده همین خیلی میبوفن خیلی صدق نم داره حاضر که در شهر روغون خمچک نیست که خیلی سباتورا بوفم ای از چوبیز در بید میشود مجنون بید هسته چرسکه نمیشه میشکنه بید هسته نمیشه ای زربید میشه ای چوبیز شلش هم میشیده شلش هم من ندیدم در شهر روغنولی نمیدونم وای در کدوم کوهستان میشه که نرفتم میرم ای کلخوز رسه به همیورا میخرم میگیرم میورم میبوفم استوسته که خیلی وای شود برای خدمت بردن بچه را 15 تا خریدن بردن بغیر زوای بو یک 20 دونه دیگه شم فروخته بودم اونم رفیده ای 2021 19 18 30 سالگی استقلالیت و دختگی اونجا مونده چه کریم میخواه اینه میو برای وای چوینیک در چوی دم میکنه تگشته میمونه دهانی دردم میدوزه میپرتیم خیلی که حوزی وای نکدیم عروسا ده حوزی گلدوزی هسته بولیشت هسته مو خیلی رحمتی مادرمون میدوخت اپا میدوخت خیلی امی سالهای پیش ده امی هنرها بود حوزی کن شدگیه با فکر من نمیدوزن برای چی؟ برای چی؟ صندوق عروس ده یا 20 تا 30 تا میگیرن دوزن میگیرن میبرن انا بعد اینایی را میگیرم میبرم برای چوینیک چی ده تاگی چوینیک ده میمونن اینه قرمه کرپچه برای نبیروم برای دختر ما اینه کرپو را دختر موندم این قشا گلدوزی کردم قشا قرمگی کردم که خیلی گفتم وای شده انا این گلدوزی شای خیلی هم تا متریال میمونه اینم گلدوزی و خروق بوفی خروق دوزی ما 62 ساله شدم نیکیم همی ایتالیانستو مدگیان همی شهر روغونده فیرما ایتالیانستو ده پروش تا 900 سومون میگیرم اگر خیلی مشته اگر نی 15 پس 400 میگیرم 500 میگیرم ده هم ده 500 بگیرم 25 ده 400 میتم حوزی در تاجیکستان باید پو بگردی همه مثل من دختر نمیتونن دختر یکون کرتا دوز یکون لیبوز زیوتی نی کلنم هست دوزندگی هم میکنه کلنمو خیلی بعد میگم کم کم اتور امی یکی زیوتی کن میگیرم دست مولنگ میدوزیم دیگه چیکار کنیم اینم خیلی کلنو میاتش دوزنده هم کرتا پورا میکنه هم میدوزه کرپا چایتش شیروز پوچه میدوزه با خیلی میدوزن هم ای چیزا اشتراک نمیکنن و زیجه ده شاعرمو اونا دوزنده شدگی کلون سنفی 7 میخونه خیلی اون مایده که ولی مایده استوسه نشونش میتین کلون شد با همو لباسای دخترانی خدمت اول باید نبیرم کردگیم دو نبیرم ولی جلیکو رفتگی سیتش با اورم کرتا دختگی نه حسن دینه نهش امیر حمزه من چیکاری را کردم میگه بی جو من به نشون تی میگم که مایلش انا دخترای همسایه‌ام دخل دختر دادم میگم یاد بگیرین بچه‌ام شما هم کلو میشه اینه همسایه ای همسایه
این ایده سر لباسش خودم دخترم ولی اوچه ذکرس کرده ندختم است شوگردم شوهر کرده رفتگیه من میگم که اینا من گفتم میگن نگاه کنی نگاه میکنن یه منوت یاد میگیرن میرون من به پولم میخواد وای میکنم شونا خیلی که یکم دختر شون شوهر تیم فیروز میکنم میگه که خفوش دعوت میکنن میگه ینگه برا خیلی خطیم دختر کو میریم اینا خودم دختگیم نری خود ماینه نمولی دختر امروی مولی و اونجا دم دختر نمولی یا 5 تا دخترم خیلی که نمیخواد دو قده کردگیم دو قوته میگین دو قبط خطی نه نمول کدم مایده میکنن و کلونشه کلونم کدم میده چخیل مخول است انا انسامبل زیبو دا بردم فروختم انسامبل جهانورو بردگیم چورتایی 8 دونه 10 دونه 12 تا برده فروختم 150 ده خیلی اکه 70 80 میفروختم هم میفروشم برای چی که میگیرن ولی نبرو وردمش اکه وای شود برم باید همی توجیک مردم مو همی از بابا بیبیوم موندگی هنرها را پیشبری کنن لباسای ایروپایی نپوشن نگردن یکمش دیومش که همی توجیک کرتا ملی توجیک خشا پوشه این هنرها را اگر دختر میگیره خیلی مایل برا و بخونه یکم علمیات بگیره یا چی کننو نیکیم یا تشمای نمیفورم که همی با ایروپایی بگردن نگاه میکنیم هستیم که همه توجیک مو توجیکو را لباسای مو را یکم ملت دیگر نمیپوشه هر که روس چیزی روسیش میپوشه و ایتالینس چیزی ایتالینسکی میپوشه ایرانی میپوشه لیکن توجیکی مو رایش که نمیپوشم من خواهشمندم همه جوانان حاضر زمانی حاضره که نپوشم ببر نکنن همه کرته ملی توجیکی پوشنده من بسیارتر از جنوب محترم جنوب اولی میندار هستم که مو زنها را مو مادران را به همه چیز ملی توجیکی مو قریب که ایبان رفته بود ایهو نمودک از سر نو مو به پیش دستگیری کرده است هزار رحمت به جنوب اولی که اینقدر مو را دستگیری کرد اینقدر بیچارگون یتیمون صغیرگون را دستگیری کرد سیله به سرشون بردن ما جنوب اولی میندار هستیم که خیلی همه چیزا را از سر نه 2015 دیادم هسته میگن که همه کدوم مادری که هست هنرمنده مرحمت بروین هنرشون نشون تین هنرمند شوند هر روز اوینر نیلگو میزند میفهمی میدونی بسیار میندار هستن جنوب اولی که خدا هفشتش رحمت کنه خیلی نمیخیل ایهونم معلمه زبانی علمانی مکتب رقمی که شهر روغون عبداللویبه سلطنت فیضلویمنه من 40 سال باز در مکتب رقمی یک از فن زبانی علمانی درس میگویم این کس قطعی 40 سال باز شناس هستیم خلای میرم تمام هنرهایی که از بابای بیبیای ما میراث ماندگی قریب که همه من هنرها رو از نو احیا کرده استادن من همین دستاوردهایی که ما میبینیم این کس با مهنت حلال خود در اینجا بافتن همه همین هنرهای بیبی و مادرای ما میباشن قریب که همه زنان تاجیک همین هنر رو دارن لیکن با هستی به فراموشی رسیده بود و باز بینیتون که از نو همه این احیا می شود احیا شده است و ما خلق تاجیک باید که هنر خود رو هیچ گاه فراموش نکنیم